اینجا شهر خوجند میکرانوهی هشتم نزد بینای استقامتی رقم 36 می باشد. اطراف بنا از پرتوهای معیشی و ساختمانی پر است. این حالت باعث نگرانی یک گروه ساکنان بینای 36 گردید. استقامت کنندگان میگویند ساکنان بیناهای استقامتی اطراف پرتوشان را در هر جایی که میخواهند میگذارند، یعنی برای پرتافتن پرتو به قوطی که دورتر از منزل زیست آنها جایگیر است به قول خوششان نمی آید. حلیم محمدوف ساکنی بینای رقم 36 میگوید که حالت مذکور سالهاست چنین است. دومای نزدیک هم تو سری راه маршрутка ё автобус остановка поинанда пассив патута бурафтам гирам то сари кӯча ман бегони саҳар ба раҳ мерам то сари кӯчаам хато накунам пеши остановкаям бурода парофтаги баъд ким ҳаминҷо зиндагонӣ мекунанд. استقامت کننده دیگری این بنا امید عبدالجلیلова را باشد رفتار چندی از ساکنان آشیانه‌های بالا که در بینای 36 استقامت میکنند نگران کرده است و میگوید استقامت کنندگان از آشیانه‌های پنجم، ششم و از آن بالا پرتو را به پایان هوا میدهند، یعنی پرتو را از بالا به پایان فراوردن گویا برای آنها کاری دشوار باشد. این هم در حالی است که در نزد هر بینای استقامتی قوطی‌های مخصوص پرتوی جایگیر است. از نوار معلوم است که ساکنان به تازگی محیط زیستی خود و رعایت نمودنی حالت گیگینی عموماً بی‌پروا هستند. بالکن همه چیزی خواهم میپاتون، دسترخوانشون میآوشونن، موسراشون میپاتون، های جدایم رسپا. من خودم همین بهارو چند بار اونده همجور شتگی پرافتگی، پمیدار خواهم پمیدار میپاتون، شفتالو میپاتون، همون چیزی زی و آشان باشد میپاتون. گزارش مذکور در اساس مراجعه ساکنان بینای 36 میکرانوهی هشتم شهر خوجند پیگیری کرده شد. هنگام نوارگیری حالت ناگوار اطراف این بنا ما را نیز به حیرت گذاشت، زیرا در سر راه و نزد درآمدگاه‌های بناهای بلند آشیانه پرتوهای گوناگون موجود می باشد که این حالت یک موضع غیر سانیتری را میماند. ساکنان اطراف بنا میگویند که برای برطرف کردن حالت مذکور بارها کوشش کردند اما بی‌فایده، زیرا بعد پر تازه کردن همگی یک یا دو روز ساکنان به تازگی رعایت میکنند. روزی سیوم باشد باز هم حالتی پیشتر ادامه مییابد. نگاه نمیکنن بالا موسر میپاتن، من رفتاسگی جنبه با موسر میپرتن. هر بار ما برامده میرویم من اینجا اعلان کده موندگی اعلان به نمیچسبونن، در به میچسبونن. اینجا خیلی نبود موسر بود، هم جای برامده تازه کدیم نمیشد. اینجا ما میقدر نویسته موندیم چیزا موسر نپاتایتان گفته نمیشد سرانا. اینجا چیزای بزیب میپرتن، سخت بزیب. ساکنان راهی حل معمای خود را با گذاشتن قوطی پرتو در نزدیکی‌های بینای استقامتی وابسته می‌کنند، زیرا بنا به عقیده آنها یکی از سبب‌های اساسی پرتافتن پرتو در قد کوچه‌ها این دور بودن نقطه پرتویی میباشد. اما این فکر ساکنان را به جز از بهانه چیزی دیگر نیست. من با قریبی تازه کردیم، من این دخترها کردیم برامدیم، ها یک رفته تازه می‌کنیم، یک تا دو دستی ما کردیم، این تازگی نمیشه. اشتدی با آدم میبرد با بیخبر میمونیم، یک دم با موسر با پرتاب شده میمونیم. پادیزا ایفلوز ایسابی بالاها فرامدوزگاشوننده پرافته هم فرامدگی موسراشونه. ندانم که ایسابی که موسر میپرافتگی جاهامو دورتر می ایسابی همون می یا که رفتم ملال می ایسابی همون پادیزامو جدایم ویش رسپا منخه بیرینوه اهمیت نمیتین موسرو مول میپتون بچه‌ها زی خواهند همینجور میپتون. در همین حال از کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمترسانی نقلیات سانیتری شهر خوجند میگویند که قوطی‌های پرتوی به طور ضروری موجود می باشد. برای گذاشتن پرتو جای باشد ساکنان را ضرور است که به نام مسئولین اداره کارخانه واحد دولتی کمونالی خدمترسانی نقلیات سانیتری عریضه پیشنهاد نمایند. بعد وارد شدن عریضه گروهی باشندگان ساخته به استفاده دادن نقطه پرتوی در اساس رازیگی مقامات‌های دخلدار انجام داده می شود. برای جایگیرانی پرتون نقطه یعنی برای ساخته و استفاده دادن پرتون نقطه از طرف مثلا شهروندان میتوانند با طور خطی به مؤسسه مراجعت نمایند. در حالت از طرف ساختارهای دخلدار بررسی شدن ما میتوانیم در آن نقطه‌ای که نشان دادن یعنی قید ذکر میکنند رفته پرتون نقطه ساخته به استفاده دهیم.
дар корхонаи воҳиди давлатии коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд беш аз 800 адад партоқутиҳои нав нигоҳ дошта мешавад. масъулин гуфтанд ки дар муассиса шароит барои таъмин намудани қуттии партов дар ҳудуди шаҳр мавҷуд аст. аз ин рӯ сокинони бинои истиқоматии рақами 36 микронои 8-ро низ зарур аст ки барои ҳалли муаммои худ ба ин муассиса муроҷиат кунанд. ҳоло дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд наздик 250 адад нуқтаҳои партовгирӣ ва беш аз 1200 адад қуттиҳои партов мавҷуд мебошад ки он барои саривақт бартараф намудани партовҳо хизмат мерасонад. гузориши Фарзона Шамсиева, Мафтуна Шукурова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи тиловатии Хабар.